سلام بینندگان ارجمند. امروز جمعه 12 اپریل است و مجله خبری و تحلیلی اخبار آزادی را تقدیم میکنیم که همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. امروز خبر زیاد است و این است عنوان چنده از موضوعها. در ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت دو مسئول یک مسجد و یک پیرو آنها با گمان افراطگرایی بازداشت شدند. بانک آسیایی رشد میگوید سالهای 2024-25 رشد اقتصاد تاجیکستان با سبب کاهش درآمد مهاجران کاری سست خواهد شد. حاضر 4 ماه زمستان و یا سنتخنیک کار میکنن، بیکار خواب بودن. حاضر این هم میگه که معاش نقض نمیتین. در پی آبخیزی در چندین ولایت قزاقستان و روسیه بیش از 100,000 نفر را به مکانهای امن کوچ دادند. خانه های مردم زیر آب مانده است. اینجا نه پلیس است نه پاسبان، کسی نیست. ما خانه های خود و همسایگان را پاسبانی میکنیم. کجا رویم؟ سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از مقامات انتظامی روسیه خواسته است که به حقوق آن شهروندان کشور که با اتهام حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس دستگیر شده اند احترام گذارند. او امروز هنگام سخنرانی در جلسه وزیران کشورهای مشترک المنافع در مینسک گفت مقامات انتظامی ولایت مسکو باید هنگام تفتیش حمله تروریستی بر اساس قانونهای بین المللی و با اینابت گرفتن احتمالیت بیگناهی متهمان رفتار کنند. وزیر تاجیک گفته است که نمایش شکنجه گمانبران قابل قبول نیست و بهای اعتراف گناه زیر شکنجه برای همه معلوم است. مقامات انتظامی روسیه 4 متهم اصلی به حمله کروکوس را به حد زده و عذاب دادند که مدار راست ایستادن نداشتند. مقامات تاجیکستان را برای سکوت در برابر این رفتار ماموران امنیتی روسیه سخت تنقید کردند. در این حمله روز 22 مارس بیش از 140 نفر کشته شد. مقامات انتظامی در تاجیکستان در عرفه سفر رئیس جمهوری به ولایت سوخت 3 ساکن ناحیه باباجان غفوروف را با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع بازداشت کردند. هرچند معلومات رسمی در این باره هنوز نشر نشده است، ولی جستجوی خبرنگار رادیوی آزادی معلوم کرد که 2 نفر آنها مسئولان یک مسجد و 1 نفر پیرو آنها بوده است. فرزان محمدی تفصیلات می‌دهد. ماموران وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت 2 کارمند مسجد خواجه محمد بلادرکان در دهه رومان ناحیه باباجان غفوروف و 1 نمازگزار این مسجد را با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. آنها اختیار خوجه کمالوف امام خطیب، بختیار اکبروف متولی یا خدمتگزار مسجد و دیگری میرزا برهان سلمانزاده استقامت کننده همین دهه بودند. به گفته منبع رادیو آزادی بازداشت شام 4 اپریل هنگام افطار در پیش چشم چندین نورس و جوان به عمل آمده است. ظاهراً بازداشت ابتدا به حضور افراد تا 18 ساله در مسجد ربط داشته است. قانون نمازگزاری چنین افراد را در مسجد منع می‌کند. در رابطه به این پدر و مادری گروه از نورسان دهه جزای مأموری گرفتند. در ادامه کار 3 نفر دستگیر شده به سلفیگرایی گمانبر گشتند که در تاجیکستان ممنوع است. هیچ نهاد در این باره رسما چیزی نمیگوید، ولی ساکنان رومان تقریبا 10 روز باز در بازداشتگاه شهر استرافشان قرار دارند. در صورت تصدیق شدن گمان آنها را از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. پیوندان آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. بنا بر معلومات دریافتی اختیار خوجه کمالوف 51 سال داشته 5 سال به این سو امامتی مسجد خواجه محمد بلادرکان را به دوش داشته است. وی ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان و همزمان متخصص انفرماتیکا و فناوری‌های نوی اطلاعاتی بوده است. بختیار اکبروف 34 ساله بوده در مسجد روزهای جمعه خطبه‌خوانی و یا خادمی می‌کرده است. میرزا برهان سلمانزاده 24 سال داشته، جای کار یا تحصیلش به ما معلوم نشد. بعضی خادمان دیگری مسجد و مسئولان شورای علمای دینی ولایت سوخت بازداشت شدن 3 نفر را تصدیق کردند، اما گفتند از عیبنامه رسمی خبر ندارند. چندی از ساکنان دهه میگویند نفران بازداشت شده در آبادانی مسجد و دهه تشبسکار بودند. بازداشت در عرفه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رخ داد که 1 ماه پیش هنگام واخوری با فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین بعضی امام خطیبان را پیروی گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی نامید که به گفته او در بین نمازگزاران غایه‌های افراطی پهن می‌کنند.
در سخنرانی خود امام رحمان از رویه سلفیه و گروه دولت اسلامی چون سازمان‌های تروریستی خطرناک برای امنیت دولت و مفکوره جوانان یادآور شد. او اینچنین گفت با وجود اینکه این سازمان‌ها ممنوع میباشند، از سال 2015 تا امروز زیاده از 2300 نفر شهروند تاجیکستان به سلفیه گراییدند و در بین آنها امام خطیبان برخی از مسجدها هم میباشند. سنجیدن درستی این اتهامات با راه‌های مستقل سخت است، ولی این در حالی است که در تاجیکستان فعالیت امام خطیبان و هم جریان بکار قبول شدن آنها را دولت تنظیم و نظارت می‌کند. امام خطیبان با معاش حکومت کار می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. یک نهاد بین‌المللی مالی پیش‌بینی کرده است که با سبب کم شدن حجم انتقال پول مهاجران در 2 سال نزدیک سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان سست خواهد شد. بانک آسیای رشد در گزارش نوش پیش‌بینی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور به 6.5% می‌رسد، در حالی که دوام سال گذشته از 8% هم بیشتر بود. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله از مقامات و کارشناسان خواستند این پیش‌بینی‌ها را شرح دهند. بانک آسیای رشد میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2024 و 2025 به دلیل کم شدن انتقال پول مهاجران، محدودیت‌های فضای مالی و کمشوی تقاضای جهانی به محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش نوی خود که 11 اپریل نشر شد، پیشگویی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور امسال و سال آینده از افزایش 8.3% سال گذشته به 6.5% می‌رسد. مقامات تاجیکستان با پیشگویی این نهاد مالی راضی نیستند، ولی بعضی کارشناسان بر این نظرند که تحلیلگران بانک آسیای رشد در پیشگویی‌های خود احتیاطکارند و ارزیابی آنها به واقعیت نزدیک است. چند نکته در گزارش اخیر این بانک موردی توجه است. اینکه از یک سو درآمدهای تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری کمتر می شود و طبع این حادثه های مدهش اخیره که در روسیه صورت گرفت و که باعث افزایش فشار و تضییق نسبت مهاجران کاری تاجیک شد، ما از حالا می توانیم تقریبا پیشگویی کنیم که هم شمار مهاجران در روسیه احتمال کاهش می‌یابد و هم البته مقدار پول آنهایی که به خانواده‌هاشان به تاجیکستان می‌فرستانند. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند رشد اقتصادی کشور در سال 2024 8% پیش بینی شده است. در این نهاد از صحبت ویدیوی خودداری کردند. در نامه رسمی پاسخ دادند که بانک آسیای رشد در سال 2023 رشد اقتصادی کشور را 5.5% پیشگویی کرده بود، ولی آن در سطح 8.3% تامین گردید. تحلیلگران وزارت رشد اقتصاد باور دارند که رشد اقتصاد از آنچه که بعضی سازمان‌های مالی پیشگویی می‌کنند بر زیاد تامین خواهد شد. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتن حجم پول فرستاده مهاجران مهنتی خودداری می‌کنند. بنا به ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک با 3.1 مجموع محصولات داخلی برابر است. ساکنان درباره اهمیت مبلغ فرستاده مهاجران و تامین روزگارشان نظرهای گوناگون دارند. پیش خیلی نقص‌تر بود، تست می‌فرستاندن. حاضر 4 ماه زمستان و یا سنتخنیک کار میکنن، بیکار خواب بودن. حاضر اینا میگه که معاش نقض نمیتین، اویلیگ نمیتین. که مهاجران روسیه پول می‌فرستونن، پیش از همه بودجه دولت بلند می‌شود. بودجه دولت که بلند شد، باز ساخت‌های دیگر را اویلیگ میتید. بسیارتر روی کنن نقص کرده کم باشد. نقض نمیشه. بسیار روی کنن. سالانه صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش بهتر به مهاجرت مهنتی به روسیه میروند. این کشور به یک منبع درآمد خانواده‌های تاجیک تبدیل یافته است، ولی در چند هفته اخیر در پی حمله به کراکس مسکو نگرانی‌ها از اخراج و اذیت مهاجران بیشتر صدا می‌دهد. برای کم کردن پایبندی اقتصادی کشور از پول مهاجران، کارشناسان بارها تاکید نمودند که مقامات باید به بهبودی فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری صاحبکاران، تأسیس کارخانه و جایهای نوی کاری و افزایش محصولات رقابت‌پذیر توجه بیشتر دهند.
و از تحولات منطقوی مردم زیاد در قزاقستان و روسیه چندین روز است جبر آبخیزی‌های زیاد را میکشند. آب از ساحل‌های دریای اورال بیرون شد. این رودخانه را سومین درازترین رودخانه در اروپا مینامند. در نتیجه منطقه‌های زیاد در قزاقستان و قسم شهر ارنبورگ روسیه را آب پخش کرده است. تا امروز در قزاقستان تقریباً 110,000 نفر را به جایهای امن کوچ دادند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. احوال قسمت‌های از شهرهای روسیه و قزاقستان از روز چهارشنبه به این طرف. رودخانه اورال که از مجرایش بیرون شد قسمت از شهر ارنبورگ را به این حال افکند و بیش از 100,000 نفر را مجبور کرد خانه‌های خود را بگذارند و به جای امن روند. از جمله عائله‌های ولنتین و یوگنی پریدنیا را که با قایق می‌گردند و خانه‌های خود و همسایه‌ها را پاسبانی می‌کنند تا کسی دزدی نآید. فرزندانشان را خانه بابا و بیبیشان فرستادند. اینجا نه پلیس است نه پاسبان، کسی نیست. ما خانه های خود و همسایگان را پاسبانی میکنیم. کجا رویم؟ برفی که با سرعت آب می شود رودخانه های بزرگ از جمله اورال را پر کرد که از ارنبورگ می گذرد و به سمت بحر خزر جاری می شود. پروفسور ماریا شهگیدانووا میگوید برفی زیاد زمستان گذشته و با سرعت آب شدن آن احتمالاً عاقبت تغییر اقلیم است. برف با سرعت آب می شود چون حرارت زود بالا می رود. در چند روز حرارت از 0 تا به 17, 18 و حتی 20 درجه رسید. همین سبب شد که برف با سرعت آب شود. مقامات روسیه میگویند این آبخیزی بدترین در تاریخ ارنبورگ معاصر بوده است. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه گفته است به 2 ولایت آسیب دیده 38 تن غذا و دارواری و دیگر مواد ضروری فرستاد. مقامات قزاقستان گفتند که تقریباً 100,000 نفر را از مناطق مرزی به مکان‌های بی‌خطر کوچاندند. در روسیه بیشتر از 10,000 خانه در 37 منطقه و به خصوص ولایت ارنبورگ زیر آب مانده است. 12 اپریل یعنی امروز در قلمرو سابق شوروی چون روز کیهان نوردان تجلیل می شود. در این روز سال 1961 یوری گاگارین اول شده به کیهان پرواز کرد و آرزوی درینه دانشمندان و اختراعکاران را در زمینه فتح کیهان عملی نمود. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف امروز از چند ساکنی دوشنبه پرسیدند چرا تاجیکان کیهان نوردی ندارند. وقتی من که تاجیکان کیهان نورد ندارم. برای چی ندارم؟ برای که ما خوب کوشش نمیکنیم برای همین. برای چی؟ برای که وقتی که همین یاپونیا با وقتی که بمب اتمی پرتافتن японцо гирифтан аввал мактаб обод карданд, на балки давлати союзӣ бо ин завод созанд ё маълимои дастгирӣ каранда кор, ин коррупсия аз байн бардоштан дар кор. Илм ҳичи кай метавонад тоҷикистон шавад? Метавонад 5 сола, 6 сола, 10 сола свобода метавонад бутун бупара бирава. Агар ақлшон кор хона бухонанд, тамом. Ин митакапай. мо ҷавонон манами авиатсия ба ози хондусем. мо студентои политехнически авиатсия ба ози таҳсил кардусем. Насиб боша кӯшу ғайратамон нағз. Иншоаллоҳ ки ба қарибӣ хай дастгирӣ давлат кати иншоаллоҳ метавонем ки космонавт шавем. Кай тоҷик метавонад кайҳонавард шавад? мешавад. Фақат илму мухтан дар кор, асбобҳои наздик, аввал охир худо парвоз ба кайҳон мешавад. чӣ ки Юрий Гагарин парвоз карда буд. برای کسمانات شدن چیکار کردن؟ خواندن در کدای باشه. خواندن با خواندن. و برنامه امروزه ما در همین جا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای مطالب بیشتری خبری و تحلیلی درباره تاجیکستان و جهان به وبسایت ما وارد شوید. azadi.org. اینچنین خبر و گزارش های بیشتر و دیدنی در صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیک هم دسترس است. اگر شما هم خبری دارید به ما نویسید. خدا نگهبان.